مکان: دفتر کار مدرن در یک شرکت بزرگ فناوری. مارکوس پشت میزش نشسته و به صفحه لپتاپ نگاه می‌کند. چشمانش کمی خسته به نظر می‌رسند، انگار ذهنش جای دیگری است. ساعت 10 صبح است و جلسه‌ای مهم در پیش دارد. مارکوس از دوران کودکی همیشه از تصمیمات سخت فرار کرده بود. در مدرسه، وقتی معلم از او خواسته بود که روی تخته حل مسئله کند، قلبش تندتر می‌زد و دست‌هایش عرق می‌کرد. این احساس در بزرگسالی هم با او باقی مانده بود. حالا، به عنوان مدیر پروژه در یک شرکت پیشرفته، نمی‌تواند از مسئولیت‌ها فرار کند، اما همچنان از چالش‌ها می‌ترسد. در این لحظه، پیامی از همکارش، آنا، می‌آید. او در پروژه‌ای که به تازگی آغاز کرده اند، به مشکل بزرگی برخورد کرده است. به نظر می‌رسد کل پروژه به خاطر یک اشتباه کوچک در طراحی به خطر افتاده. آنا از مارکوس خواسته که جلسه‌ای فوری برگزار کنند. مارکوس با دقت پیام را می‌خواند، سپس به صفحه مانیتور نگاه می‌کند. چند گزینه پیش رو دارد. می‌تواند با کمک تیم، یک راه حل سریع پیدا کند و ریسک بزرگی را بپذیرد، یا می‌تواند وضعیت را به مدیر بالاتر ارجاع دهد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. لحظه‌ای سکوت می‌کند. صدای تایپ کردن همکارانش از راهرو به گوش می‌رسد. فشار تصمیم‌گیری سنگین است، اما چیزی در درونش به او می‌گوید که این بار باید شجاعت نشان دهد. در ذهنش، او تصور می‌کند که اگر تصمیم نگیرد و پروژه شکست بخورد، احساس گناه سنگینی او را خواهد کشت. مارکوس با نفس عمیقی از جایش بلند می‌شود. در دلش یک سوال می‌چرخد. آیا می‌خواهم همیشه در سایه بمانم، یا الان باید قدم بردارم و تجربه جدیدی داشته باشم؟ به گوشیش نگاه می‌کند، تصمیم می‌گیرد که تماس بگیرد و جلسه‌ای ترتیب دهد. او تماس می‌زند. آنا، ما باید همین حالا وارد عمل شویم. هر راه حلی پیدا کردیم، باید ریسک کنیم. این پروژه برای ما خیلی مهم است. با شروع جلسه، مارکوس حس می‌کند که اولین قدم به سمت تغییر را برداشته است. او همچنان نگران است، اما می‌داند که برای رشد باید از مرزهای راحتی‌اش بیرون بیاید. تیم با همکاری یکدیگر مشکل را حل می‌کنند و مارکوس می‌فهمد که هر گام کوچک به سوی شجاعت، در نهایت می‌تواند دنیای او را تغییر دهد.